این چی داره میگیره؟ آقا من فقط واقعا مسیر اکباتان رو بلد نیستم، همینجوری دارم میرم. بیا عشق کن. عربی دوست داری؟ وای این اوه چی تکون نمیخوره. چرا داره تاریخ 5:30 دیگه؟ البته منطقیه تاریخ. چقدر دیگه مونده؟ 11 و چند؟ 11 و 28؟ 11 و 28. خوب داریم تا 11 و 28. بگار رفتم. چه حس خوبی وقتی رانندگی نمی‌کنی. همیشه رفیقاتون رو دوست داشته باشید. سعی کنید چیزای خوبی تو کونشون بکنید. مثلا 5:30 تا 11:30 تهران رانندگی تو کونه رفیقت بره خیلی. آقا من به عنوان کسی که داره پارت 2 رو رانندگی میکنه باید به این نکته اشاره کنم که من رانندگی حتی تو ترافیکش هم دوست دارم. رانندگی حال میده، ولی خب چالش 12 ساعته هم خب خیلی حال میده، میدونی که دیگه حالا خدا کریمه دیگه، یه شمال دیگه. ها بیشتره یه شماله داداش، یه شیرازه. او دیگه فرمولا سیونینه. آقا فیلم بردارای مردم از پنجره آویزون میشن فلان میکنن، یارو هلیشات میزنه. یعنی چی؟ چی کار کنم برات؟ نمیدونم. یه کادر باحال بگیر، فانش کن. چی بی بالا؟ گفتی بیاد بیرون دیگه، بگو بالا. بیا آقا. رفت. بچه‌ها رفتن بیرون. سلام عرض میکنم به بچه‌های خیلی خوشگل و خوبه توی خونه. توی اتوبان همت شما میتونید بگیرید همینجوری برید. اسی برو تو آقا، برو تو. پشمام کشو بیار داخل، کشو بیار داخل. کیلو جرام تو پایه گوشی و 2 دستی چسبیده بودم. گوشی خیلی رو هوا بود. وای. آها ببین الان این شاتی که دیدین این میشه شات باحال تو ویدیو. به خدا از همین ما کلیپ در وایس من همین کلیپ در میارم. فکر کنم اینجای کار گم شدیم واقعا. رفتیم بچه‌ها، برنامه چالوسه. داش ما فقط 20 برو خود دور بزن، برو همین دور بزن برو تهران. 2 hours later. ساعت 6:09 است. بعد عرضم به حضورتون که اون چیزه، اون جلوه ساعته. درستش هم نمی کنیم، دلیلش هم نپرسیم، هست دیگه. بعد اکباتان رو پیدا نکردم چجوری باید بریم. امیر خوابش برده. بعد خیلی ترافیک سنگینه. اولین خروجی که ببینم میزنم و فقط دنبال یه اتوبان خلوت میخوام بگردم. اصلا نمیدونم کجا. ناموسن حتی نمیدونم کجا همه. انصافا یه جا خیلی شیر تو شیر شد. دروغ چرا؟ حواسم پرت شد و اصلا تابلو رو نگاه نکردم، رفتم و دیگه همین دیگه. فعلا افتادیم این تو دیگه. اکباتان کنسله، ببینم کجا از این ترافیک خلاص میشیم. همونو کجا میبرتمون این ترافیک؟ راه فرارش. آره واقعا. امیر رو هم داریم که امیرم بگیر. خب دوستان، ما بالاخره از اتوبان زدیم بیرون، دوباره برگشتیم به داخل شهر. این
اینجا اگه اشتباه نکنم مطهریه. بله خیابون مطهریه. بعد ترجیح هم بر اینه که یه جوری بندازم مدرس شمال بعد بریم سمت ولنجک، یه جایی رو میشناسم، یه قهوه بزنیم یکم شارژ شیم، بعد ادامه شب رو داشته باشیم. ساعت هم 6:54 است. امیرم همچنان خوابه. آقا من امتیاز این چالش رو بعدن از امیر یه امتیاز کم میکنم به خاطر اینکه گرفت خوابید. البته میتونیم هم بهش آوانس بدیم. آره چون دیشب نخوابیده بود. دیشب بنده خدا داشت کار میکرد نخوابیده بود. بهش میرسه اینو میتونیم آوانس بدیم. به تو میرسه داداش، به تو میرسه. ببین میدونم خیلیاتون احتمالاً اونایی که تهرانیان میدونن همه این مسیرها رو که چی به چی و کی به کجا راه داره، ولی من واقعا جغرافیام و نقشه خونیم ضعیفه، چیز افتضاحی هم برای همین ما بگردم پیدا کنم. این یه دونه رو دیگه باید بتونیم امیر رو سرش بهش آوانس ندیم چون امیر نقشه بلدمون بود. امیر آره امیر اوه ویز زنده ضمانت رو بشناس. ویز زنده ضمانت رو بشناس. Hello my friends. آقا من راه اکباتان رو پیدا نکردم شما که خواب بودی. بعد دیدم خیلی ترافیکه و این داستان ماستانا و اینا، همینجوری مستقیم رفتم. بعد تهش رسیدم حالا مطهری. ما حقیقتا گم شدیم. بعد امیر هنوز خوابه. امیر هنوز خوابه. 6:56 تا 11 4 ساعت و نیم مونده. بنزین هم باید بزنیم. البته 2 خط داره هنوز. اینجا فکر میکنم پمپ بنزین باید باشه. نمیدونم. من نوکرت. امیر سخنی چیزی. درود. ویز زنده ایران حالش خیلی بهتر از قبل. ویز زنده ضمانت رو بشناس. آقا اومدیم پمپ بنزین. آقا بالاخره پمپ بنزین پیدا کردیم. الان قراره امیر رو بفرستیم بنزین بزنه. اجازه بدید من کارت بنزینمو در بیارم. یه دقیقه صبر بکنید. آقا بنزین رو بزنیم. بعد بذار قبل اینکه نوبتمون بشه جایزه‌شو بهش نشون بدیم. آقا من از صبح یه چیزی برات خریدم چون خیلی امباپه دوست داری. یه کادوی ریزی برات دارم. بدون بچه این کارت شانسی امباپه هستش. فیلم بردار ما خیلی امباپه دوست داره، مخصوصا موقعی که تو آفساید وای میسته. آقا اینو گرفتیم که خلاصه بازش کنیم. بده من دوربینو بگیرم. آقا اینو بازش کن ببینیم چیه داستانه، چی داره توش. این چه کارتی میده؟ داداش امیدوارم به شادیات استفاده کنی. ان شاءالله یه روز من انقدر میگردم که امباپه رو برات تو پک بکشم بیرون. آقا برو بزن. من برات باز کردم این بیل. نه اون باز نمیشه. اونو بکن خاموش کن. اونو بده من. بزن. برو یادشو اینجا رو بگیرش. ببین عزیزم اینو باز کن. این اتومات نی. اینو باید برداری با دست بازش بکن. کارت هم بزن اول. یک دو سه چهار. ماشاءالله اون سرعت گرفت. باریکلا. بزن. آقا این ولی امباپه نداد به ما. خیلی حاجی زده. خیلی ناراحت شدم. ساعت 8:25 است. خسته شدم حاجی. بندازم پشت. من خسته شدم. بریم یه جا یه کافی خوب بزنیم. کجا میخوای بری اسی؟ ببین یه جا رو نمیدونم حالا الانم هست یا نه، ولی 3-4 ماه پیش رفته بودم سمت ولنجکه. ایناست که چیز میکنن آجی، کافه ونتوریه حالتش. من دارم میترکم واقعا. یه جای پارکی جایی بریم پیدا بکنیم. آقا بریم تهش چیز داره، جا داره. تهش بابا زایست اونجا. تهش تاریک. باشه زایست ها. تهش تاریکه دیگه.
اگه نتونستیم بشاشیم Hello, Miss Johnson. You know why I'm calling. You know I haven't fallen for you. بعد این ویدیو یه بگامتازول و یه کورتیزول باید بزنیم حاجی. کمربندم یه آنتن نمیده. من یه متو چامچامول هم باید بزنم. چامچامول گوشیت بس بود آخه. میسیو بعد اسی بگیریم میسیو رو. میسیو. ساعت 8:43 است. رسیدیم این پایین ولنجک، این پمپ بنزین ولنجک. در این لحظه من اینو بگم، آلبوم دورچی اومده، کانالا هم دارن به صورت دزدی میذارن. با عزتون تا زمانی که در اسپاتیفای ریلیز بشه ما فقط برای اینکه داغ گوش بدیم اینا رو پلی بدیم ببینیم چه خبره. یه لحظه اصلا خود اسپات شاید گذاشته باشه. نداداش بچهای دیستریبیوتینگمون یه ذره ضعیفن. 3 روز بعد آلبوم نذاشتم. نه دقیقاً یه فردا ما تست کردیم نه اینا. پشما سایکدلیک بازی باشه. یا بالفاز. چه بیتی زده. یعنی من میخوام ببینم کی اینو پرودیوس کرده. حاجی دمت گرم. خیلی بیتش خفن. آپدیت. خیلی بیت خفن. درست. تمام برادر من. شما اون بغل میری کارت. شما اون بغل میری کارتو میکنی. خب رفع حاجت میکنی. بعدش این داشمونم میره اون جلو. حالا اگه قراره پیاده شیم یا استراحت دستشویی بزنیم پاشیم بریم خودمون بگیریم کافیو. چیت نمیشه؟ گفتیم یک بار دیگه. حاجی یزید ساعت 8:45 هنوز هم ماشین پیاده نشدم. ریدم تو خودم. آقا یه کافیه ما بریک میزنیم ناموسن. یه قهوه رو اجازه بدید ما بریک بزنیم. به نازم بریم آقا. وای شما فکر می‌کنید چه جوری قرار میشه؟ الان میاد. سلام داداش. شد چقدر؟ 8:52 دیگه. وای خوب سرده آجی. این که تصمیمی که ما گرفتیم خب یه سری آیدیایی مطرح شده برای اینی که به چت فامیلی بچهای توی خونه چی بگیم. خب کسایی که اسکواد خودمونن. نظری که بنده داشتم روی مو فامیلی بود. مو فامیلی. آجی این لوکیشنی که ما اومدیم یه دقیقه دور بزن همینجوری سری بنداز بعد بیا اینجا رو دیدید الان کویره خیلی عجیبه. جمعه ساعت 9 شب من تا حالا اینجا رو اینقدر خلوت ندیده بودم. فیلم بردار بنگی هیچ موقع نگیرید بچه‌ها. اذیت و دردسر زیاده نمی‌سازه. بچه‌ها نکنید. زسترین فیلم بردار رو داریم که همیشه کارتو راه میندازه. یعنی دو تا نقطه متضادن هم. خیلی عجیبه. مراسم امیرعیزت که برگزار شد واقعا تو وان‌اواردزش میگم بهت یه جایزه بدم. کس هستن فیلم بردار ایران. شما محبوب نیستید چون پیتزای مخلوط سفارش ندید. پلیس فتام دم در حواسش. یه جیگرکی بره میدون بریم یه شام بزنیم و دکمه رو بزنیم. نه یه جا بگی نورش بیفت. داشت این استار وارزه. عجیب بود یه ذره تعجب کرد. ای خدا. بریم دیگه جمع کنیم بریم. ساعت چنده؟ بریم آقا 9:30. بچه‌ها وقت بازگشتتون به تلاستی. آخ سلام اینو بگی بزنش. هلو مای فرند. مجدد. نوب سایبات ما چطوره؟ اینطور نگاه میکنم اینه اون داره اینجوری.
گرفته؟ آره فاک حاجی شبیه 11 نمیشه 11 نمیشه کجایی؟ حکیم اینجا حالا میرسیم به رسالتینا حکیم شهر چی؟ ویز زنده زمانت رو بشناس. آقا سلام. ساعت 11:08 20 دقیقه دیگه میشه 12 ساعت و چشام دیگه الان رسیدیم دم جیگرکی اینجا این بغله میخوایم بریم شام بزنیم و من نظرم اینه که پیاده شیم واقعا شامو دیگه تو ماشین نخوریم بذار نیم بشه پیاده شیم الان سفارش بدیم 20 دقیقه دیگه آماده میشه نه بابا همینجور سریع در منقل داره میزنه درجا میندازه روش بابا 11 ساعت و 40 دقیقه است دیگه 20 دقیقه هم میتونیم آوانتاژ بدیم 20 دقیقه اونجا 11 ساعت بریم تو ماشین وایسید ببینیم چی میشه حالا گشتم کارو بگیر آقا کارو بگیر یه سینیم رو بگیر یه سینیه این سینیمونه اونه اوکیه قراره دلی از عزا در بیاریم سینی که انتخاب کردیم واقعا سینیه ها خوب سینیه سینی خوبه سینی پوری من میگم اسراف نشه اسراف نمیشه بابا میخوریم آقا الان نشست یه دونه ویدیو بگیریم چجوریه بعدش ببینیم چه شکلیه باش آره یه حرکتایی میزنیم قربونه تقریبا من یه 2 سالی هستش هر مثلا 2-3 ماه یه بار پیش عمو میام و همیشه خوراک آخر شبه حالا الان تازه 11 عمو تا ساعت 3 هم هستش شبای تعطیل هم که حالا بسته مشتری بیشتر هستن و واقعا حاجی خیلی اینجا با صفا دمت گرم عمو چاکرتم شما گرم فدات شما دیدم نوکرتم جالبه حال میده حاجی این لایف استایل عجیبیه لایف استایل خیلی لایف استایل عجیبیه بغل میدون رسالت وای میسی عمو میاد بود فیلم میگیره یه دفعه ولی تو حالت عادی همیشه اتفاقی اصلا نمیفته اصلا این میزو هستم نمکو داری؟ پشمام پارم چشام نمیبینه صورت بچه ها قشنگ نشون حاجی 12 ساعت تو ماشین واقعا سخت بود وای اینجا رو ببین کارو بگیر آقا من به نظرم این نون رو روش بذار سرد نشه که وای من رفتم 1 ربع پیش یه بنده خدایی بود میگفت اسراف میشه حالا برو پایین رو بگی میگم اسراف فقط 15 دقیقه کافی بود تا ببینی اسراف میشه یا نه قیافش حالا بگیر آها ندامت رو تو چشماش ببین من ندومم بچه جاتون خالی واقعا خیلی چسبید دم همون گرم بریم یه دودی بگیریم کنار ماشین بریم کنار ماشین دود بگیریم عمو دمت گرم مثل همیشه عالی بود داداش عمو دمت در گرم نکنه شبت هم بخیر باشه فدات شم شبت بخیر خیلی مخلص دست در نکنه دمت گرم بیا بغل ماشین یه سیج بکشیم اوه در ماشین باز عالی در ماشین رو بگو میدون رسالت جیگرکی بختیاری شاخلاری گرفتیم عمو یوتیوب گرفتیم اصلا قربونت برم عزیزم یوتیوبریم داداش کجا یوتیوب فدات شم من بلاگرم جدی پیج تو اینستا داری پیج اینستا آدمو بذار ببینیم دیگه بابا مهدی شیخی بابا بنازم 40 کی ساورم ماشاءالله ای والله عمو ماشاءالله مهدی بنازم آقا تو خیلی خوشحال شدی
چاکرتم فدات شم شب خوبی خیلی داشته باشی مخلصیم دم شما گرم. ببین هر چی ساعت داره میره جلوتر واسه من همه چیز داره عجیب‌تر میشه من فکر می‌کنم اگر این بعد ولاگ 12 ساعت نمونه بندازیم شب تا صبح یه سوژه هایی تور میکنیم که پشمامون هم میریزه. برو تو ایستگاه اتوبوس همینو ازت بگیرم. ببین روزای روشن همینو برو. اکاد برو بیرون یه اوترو بدم ویدیو رو. جدی همینو برو بشین روی یه دونه صندلی اوترو ویدیو. بعد 12 ساعت تو ماشین. روزای سقوط من در خودمه دیدی نبودم برام مادی نبودنم یه روز اینا برام